سلام دوستای عزیز، به چنل رشد آرا خوش آمدین. امروز میخوایم داستان رشد و پیشرفت من با شما به اشتراک بگذارم. امیدوارم بتونین از تجربیات من استفاده کنین و از شما میخوایم تجربیاتتان با ما شریک بسازین تا با هم رشد کنیم. مسیر رشد من به صورت آگاهانه از وقت شروع شد که از یک شهر کوچک به یک شهر بزرگتر سفر کردیم. این تغییر بزرگ باعث شد تا من متوجه شوم برای سازگاری با محیط جدید و ساختن آینده بهتر من نیاز به رشد خودم دارم. اولین لحظه بود که فکر کردم و متوجه شدم زندگیم در حال هدر رفتن است. تصمیم گرفتم و تلاش کردم که به سمت دانشگاه برم. بعد از قبولی در دانشگاه هرات وارد مرحله جدیدی از زندگیم شدم. بعد از رفتن به هرات من به یک شگوفه جدید تبدیل شدم. شگوفه که باید مسئولیت‌های خود به عهده می‌گرفت، شگوفه که باید روی ارتباطاتش کار می‌کرد و شگوفه که باید مسئولیت‌هایش جدی می‌گرفت. تمام چالش‌هایی که سر راه ما قرار می‌گیره باعث میشه از درون ما یک آدم دیگری بسازه. بعد از فارغ شدن از دانشگاه من ایران رفتم و در اوایل به ایران با شوک‌های فرهنگی مواجه شدم که برای چند مدت رویم خیلی تأثیر گذاشت، ولی این باعث نشد که از مسیرم دور شوم و تسلیم شوم. تلاش کردم و شروع کردم به یادگیری یک سری مهارت‌هایی که برای رسیدن به اهدافم مرا کمک می‌کرد. تصمیم گرفتم و یک سری هدف‌هایی برای خودم مشخص کردم که خوشبختانه تانستم به یک سری از اهدافم برسم و فعلا که امریکا هستم یکی از ارزش‌های خیلی زیادی که فعلا در اولویتم قرار داره ای است که بتانم روی توسعه فردی و مهارت‌هایم کار کنم. من دوست دارم که شما با من همراهی کنید و از مطالبی که به اشتراک میگذارم استفاده کنید. امیدوارم بتانیم در این مسیر با هم رشد کنیم و یاد بگیریم چطور با مشکلات روبرو شویم و به سمت موفقیت حرکت کنیم. در آخر از شما میخوایم که تجربیاتتان در زمینه رشد و پیشرفتتان با ما به اشتراک بگذارید. مطمئنم که با هم یاد میگیریم و از تجربیات همدیگه استفاده میکنیم. اگر میخواهید ویدیوهای بیشتری از ما ببینید پس لایک و سابسکرایب یادتان نره. این کارتان به ما کمک میکنه که محتوای بیشتری تولید کنم. تشکر از اینکه تا این دم همراهم بودین. تا ویدیوی بعدی خدایار نگهدار.